حمله تند و طوفانی پوری بنایی بعد از سالها به گوگوش حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. حمله تند و طوفانی پوری بنایی، بازیگر محبوب و پیشکسوت سینما و تلویزیون، به شاه ماهی موسیقی کشورمون بانو گوگوش حسابی جنجالی شد. عشق، نفرت، خیانت، وفاداری و گریه های عاشقانه پوری جان نسبت به بهروز جان وثوقیش قلب همه رو بعد از سالها به درد آورد و خیانت نزدیک ترین رفیق صمیمیش گوگوش خنجری بر قلب او بود و بعد از سالها این خنجر هنوز در قلب پوری بنایی، زیباترین بانوی سینما و تلویزیون پیشکسوت کشورمون، همچنان این خنجر وجود داره. و اما پوری بنایی ساعاتی پیش با منتشر کردن یک پست اینستاگرامی جدید و تصویر مشترکی از خودش به همراه بهروز وثوقی در حال نقش آفرینی در فیلم قیصر در سال 1348 عکس مشترکی از خودش با همراه عشقش بهروز وثوقی را منتشر کرد و خطاب به خودش و روزهای عاشقانه گذشته‌ای که با بهروز وثوقی داشته نوشت: تو دختر خوبی هستی. این که میگم نه از این بابته که تو خطایی کردی و از این حرفا، نه. من لیاقت خون زندگی که بخوام درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شد. و این کنایه‌ای و مشت کوبنده‌ای به شاهماهی موسیقی کشورمون بانو گوگوش بود. پوری بنایی هنوز بعد از سالها نتونسته با خیانت بهروز و دوست صمیمیش گوگوش کنار بیاد. گوگوش آنچنان خنجری به پوری بنایی زده که درد این عشق هنوز هم بعد از سالها نمیتونه از قلب و ذهن پوری بره کنار و این زخم بزرگی بر جان و تن پوری بنایی شده. زخمی که صدای محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، رو هم در آورده. آقای محمود قربانی به عنوان همسر اول خانم گوگوش و همچنین پدر فرزند خانم گوگوش در قسمتی از افشاگری هاشون اعلام کردند و گفتند جالب مردم یک سری از ناگفته های زندگی گوگوش رو در جریانش باشند و بتونند به حق و به درستی قضاوت بکنند. آقای قربانی در قسمتی از افشاگری هاش گفت زمانی که گوگوش هنوز زن من بود و ما از هم جدا نشده بودیم و با هم اختلافی نداشتیم، یهو سر بهروز خان وثوقی وسط زندگی ما پاش باز شد و از طرفی پوری بنایی هم که جای مادر گوگوش بود و دوست صمیمی گوگوش بود. ما با همدیگه نون و نمک خورده بودیم، با همدیگه رفت و آمد داشتیم، عکسای مشترک زیادی من و گوگوش با بهروز و نامزدش پوری بنایی داشتیم. پوری واقعا عاشق بهروز بود. پوری از نظر اجتماعی و لول خانوادگی هزاران برابر بالاتر از بهروز و خانواده‌اش بود. همه میدونستن بهروز و برادراش یه مش لاتولوت هستن که به خاطر قد و قامتی که دارند، اونم به واسطه اشرف پهلوی تونسته بودند مشهور بشن، وگرنه اصلا اصالت خانوادگی نداشتن. همه برادراش اعتیاد داشتند و خب یکی از یکی لاتر. و خب این پوری زیبا و خوشقلب سینما و تلویزیون ما بود که یک دل نه صد دل عاشق بهروز شده بود و بهروز ریاکار هم مثل همیشه پوری جان رو گول زده بود. و خب از یک طرف هم با پوری بود و از یک طرف هم با زن من یعنی گوگوش. من که شب و روز توی کاباره سرگرم کار و برنامه ها بودم، طفلی بچم هم که کامبیز زیر دست و پا بود. یه روزایی میشد که اصلا گوگوش خونه نمی اومد و خیلی وقتها اکثرا شبا خونه نمی اومد. از یه طرف کامبیز بچم گریه میکرد و سراغ مادرش رو میگرفت. از یه طرف دیگه مادرش به دروغ به من میگفتش که من برنامه دارم و دارم میرم خونه پوران. نگو داره میره خونه پوران که با بهروز جونش
بریزه رو هم و تا صبح عشق بازی کنه. گوگوش هم به من خیانت کرد، هم به زندگیمون خیانت کرد، هم به پسرمون کامبیز هنوز بعد از سالها نتونسته با غم خیانت مادرش کنار بیاد. هنوزم گوگوش هوس‌باز و دنبال عشق بازیه و الانم شوگر مامی رها اعتمادی شده. خیلی چیزا رو نباید بگم و به رگ غیرت پسرم بر میخوره، اما یه جاهای دیگه نمیتونم سکوت کنم. تا با توان این همه خیانت و کثافتکاری‌های گوگوش رو ندارم. واقعا گوگوش روی صحنه اسطوره است و پشت صحنه شوهر ذلیله. مردم باید بدونن که گوگوش چقدر به من و بچه‌مون و همچنین به پوری بنایی عزیزم که حکم مادر گوگوش بود و برای پسرمون گوگوش سیسمونی گرفته بود، به پوری هم گوگوش خیانت کرده و ضربه سنگین و بزرگی به پوری زد و پوری به خاطر خیانت بهروز و گوگوش تا سالها بعد هم هنوز ازدواج نکرده. باعث تنهایی پوری، باعث تنهایی من و پسرم کامبیز همین گوگوشه و مردم باید بدونن که این ملکه صحنه ها، شاهماهی موسیقی، چقدر در پشت پرده زندگیش چه خیانت های بزرگی کرده، چقدر زندگی ها رو از هم پاشونده و چقدر بیرحم بوده. و از اون کثیف‌تر بهروزخان وثوقی هستش که همه بهش میگن بابا تو مرد روزگاری، تو قیصری، تو الی بلی. مردم باید بدونن که بهروز هیچی نیست جز یک خائن بزرگ، یک خیانتکار بزرگ که باعث شد کامبیز من بی مادر بشه و خود گوگوش الان باعث بانی خیانت‌های بزرگی هست به پوری، به من، به پسرمون و همچنین حتی به خودش که بعدها شاید خیلی دیر متوجه این همه فصاحتی که به بار آورده بشه که اون وقت دیگه کار از کار گذشته و خیلی دیره. من میخوام که این زن و همچنین بهروز تاوان پس بدن. من محمود قربانی از حقم نمیگذرم و گوگوش باید تاوان همه بلاهایی که سر ما آورده رو پس بده و الانم داره پس میده و همه زندگیشو یه جوجه، یه بچه که جای نوه گوگوش هست به عنوان شوهر جدید گوگوش داره از گوگوش به خاطر همه بلاهایی که سر بقیه مردم آورده داره انتقام میگیره. رها اعتمادی حق گوگوشه، باید از رها بکشه. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به حمله تند و طوفانی پوری بنایی بعد از سالها در مورد شکست زندگیش و شکست عشقیش و باعث و بانی این اتفاق که هنوز گوگوش رو مقصر میدونه و بهروز رو مقصر میدونه، لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا، فکت نیوز و نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه لطفاً شیر کنید. با تشکر از همراهیتون، شب و روز بر شما عزیزان خوش.